سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شدی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز نوار سر کردیم ایانمی یوگورت کنی. دوستان عزیز، این یوگورت نیچه ما دا آورده بودن در او کارخانه که کار میکردیم، هم دختر آورده بودن. راسته میخواد 2 سال میشوم، میخواد موندگی دیگه یکم بار تیارم نکردم. بعد همه خیلی شیر فرایمان گفتم بیا یک بار تیار کنم که چه خیلی میه. بعد بینمی یوگورتایی که به شکر و به یگان دباولینی مثال میوگیه با انمی تیار میکنم. در اول بانکچه را خیلی توزه کرده شوشتم. بعد اوی جوش آمدگی انداخته موندم کم کمکی. بعد یک بانکه یوگورت نیچه را گرفتم، 6 دانه داره. 6 بانکچه میخواد شیری گرم گرفتم. وقتی که جرغات خو میکنیم اون میخواد تمپراتورش همین قبولیت باشه. بعد اون میخواد خشرو کرده یوگورت یک جویا میکنیم. بعد در بانکچه ها میندازیم تا وقتی نواره با ما باشه. دوستان عزیز، با همش گپ میزنم میشه که در امی بانکچه یمی بیچینی تیار کنین. رنگی جرغات باره پیچوندن مثال بگه در میمونین تا سر تیار میشود. به حد به مزه خشروه با نم خیلی عدیل نکریشکه داره بانکچه ها، ما کریشکه هاشو نمیمونم. بعد انم خیلی وای در بالاشون با کریشکه یمی یوگورت نیچه را خچه میمونم. بعد دوستان عزیز در سوید میمونیم. بگیم که ای نه میجوشونه نه یگون وای میکنه، فقط هم خیلی تمپراتوره همین شیر گرمه قپیده میسته. وزی باشه گریانش میکنیم. شو تا سهره میسته 8 ساعت باید یوگورتای ما در درونی انمی یوگورت نیچه بیسته تیاری خشرو میشود. من همی ساعتای 12 شو قریب 1 شو به تیار کردم. کارو مشیدم گفتم بیا خیلی شیر پختم یا باره گفتم تیار کنم آسونکه تیار کردنش. خواستم که همی خیلی در دوامی همی تیار کنیم شما را هم همراه هم گیرم که خیلی یکون کسی در کار میشه تیار کردنش آسونکه. ساعت 7 سحره انم خیلی بینین چه تیاری خشرو شد. در جمع یکم بار که تیار کردگیم ترسیدم که بانک را اخه کنم یکی چپه میشون. نه ام خیلی سلا بود نه بگیم که یگون چی شدگی نیسته. ام خیلی تیاری خشرو شده سخت تکر. بازی باشه در خلادینگ میمونیم که ام خیلی کم ترک خنک ترک شوه. 1 ساعت نیم ساعت برای ام خیلی خلادینگ دم میمونیم. بعد دوستان عزیز چه خیلی که دیدین ما فقط شیر و یوگورت انداختگیم، یگون شکر یا که یگون میوگی یگون ورنی یگون چی انداختگی نیستم. بعد یمی تیار کردنش پیش استعمال کردنمون مثال یگون ورنی یگون اصله یا که یگون نمی چی میوگی خیلی اندازی میشود. در جمع خیلی کم ترک چی گرفتم. ورنی به حد به مزه خشروه شیرین خشروه هم سمرودینه دوره و هم مالینه کتی هم خیلی یک جای ورنیه. بینه چه غوص خشرو شدگه بگیم یوگورتای مگازین دم خشرو آمدگه غوص که خشرو زیمه یک جای میکنم در کودکا میتیم. بی حنیفه هم هر چه خرک شدگه همین راهی آسان تیار کردن یوگورت یاد گرفتم. ایس بعد بگیم یوگورت هم نمیخرم، هم خیلی خودم تیار میکنم در ماشینی برای بی حنیفه را. به حد به مزه خشرو من نمیدونستم که خیلی خشرو میه همی یوگورتی در ماشینی. عجایب اومد دوستان عزیز. سال در همی مگازینا وقتی یوگورت میخریدم همی 1 ساعت تنش خونده میستودم در درین مگازین چی داره نداره گفته برای کودک میده. خیلی زیاده نخریدم یگون باری خیلی بسیاری. بعد یگون میخریدم. بعد گفتم بیا خیلی بار خودم تیار کنم که به حد با مزه خشرو اومد. بینین چه غوص خشروه دوستان عزیز. من خیلی با ورنی یک جویا کرده کودکا هازی میتیم. کودکا به حد محقول شد. در یک روز بگیم که همی کودکای کلانم اوژه 1 بانکچه 2 بانکچه خوردن. میخواد میگیرن در یگون استکان میریزن ورنی یک جویا کرده خوردستن. به حد محقول شد.
اینم خیلی دوستان عزیز حتما ما را دستگیری کنین تا آخر نوارا با ما باشه. در ویدیوی ما لایک و کامنتاریاتون فراموش نکنین. همه کامنتاری های شما را من میخونم که وقتی می جواب دادن نیست. هزار رحمت کلام با هر یک شما برای سخنهای نیکتون دوستان عزیز. اینم خیلی بعد کرشکوشونا پوشونده میمونم خلادنیک ده میسته که کودکودا در کشتن گرفته خوردن میگیرن. در جا باشه یک نمود پیچینی تیار کردستم با وارنی 180 گرم مسکه هم خیلی ملایمک تمپراتور خانه باشه 4 قاشق دیگه شکر بعد کم ترک نمک بعد وانیلین سخر داشته باشین اندازه نداشته باشین وانیلین هم میشه اندازه شکر و مسکه و نمک وانیلین سخر منم خیلی لط زدن میگیریم. بعد 2 دانه تخم در کره 1 دانه تخم انداختم 1 مینوت 2 مینوت بار لط میزنیم با 1 دانه دیگه همگی 2 دانه تخم در کره خشرو هم خیلی لط میزنیم. بعد دوستان عزیز درجه 3 قاشق کلان شیر انداختم 1 تخم دیگر هم انداختم. اینم خیلی خشرو لط میزنیم 4-5 مینوت دیگه بعد آرد میندازیم. درجه دوستان عزیز 400 گرم آرد در کره موده 1.5 قاشقچه از ریختیم. آرد یک بار همش نمیندازیم. من 3 بار انداختم خیلی کمک کم ترکش میبیزیم و بعد با میکسی لط میزنیم. انا خیلی آرده دیم باره انداختم میکسر دکی وزبینی کرد. بعد با دست من خیلی شوریدم با کمتر دیگه آرد ماندگی بود. مثال چخاله که گفتم من 400 گرم آرد چین کرده گرفته بودم. 400 گرم آرد من اومخته کردم. مثال که بسیاریا که همی گرامکی نمیدونین همی آرد نگلاز مثال همی تستتون هم میبینین که همی تست سختی بد نیاید همی خیلی ملایمک بیاد. همی خیلی میشوریم تیار میکنیم خمیرشه.
خمیر ما هم خیلی تیار کردیم. ببینید نه سخته نه ملایم. در انمی کلیونکا میپیچونیم، در خلادنیک میمونیم 30 minut 40 minut دم میگیره خمیر ما. تا دم گرفتن خمیره با وقفای دیگه کارمون میشیم. مثال دم گرفته میسته یک خیلی دم خیلی عدد داره. مثال یک کار سر کرد تا همون کار مثال بد نکنه دیگه دست دیگون کار نمیپیچه. انم خیلی خمیری ما دم گرفت. ای خلادنیک ما گرفتم راست کردنش که خیلی کم ترک دشوار بود. میتونین که انمی خمیره دو زولا چکنین. مثال ای بینش دوتا میکنین. یک تشت ورینی انمی خیلی مالینه و سمرودینه و یک تشت ورینی سیبی. میتونین که امی خیلی یک نمود ورینی کنیم. ما در جد دو نمود ورینی میکنیم. این زولا را ما یک برم خیلی یک تا کلان کردم. ای میونش میبرم. نیمشتا ورینی سیبی میشکم و نیمشتا ورینی مالینه. با اینمی طرز بریدمشان در لیست دخوفکه باشه. ما کاغذ ماندم حاضر باشه. میمونیم در 180 گرادوس 25 minut 20-25 minut تیار میشه. انا ایشه خیلی تنو کرده بودم. ای لواش بریده در جای مثال میخیل گرد بود خشو کرده تنو کردم. بعد ایشته ورینی سیبی میکنم. ایشه میخیل 4 کنجا وای کردم تنو کردم. خیلی که دیده بودین یک زواله بودم. همو لوای همو زواله را برده در دیگه جاش پیوند کردم. میخیل تنو کردم تا اوش تیار شدن شم. و ایشه میخیل پیچونده تیار کردم میمونم. حتما تیار کنید دوستان عزیز. به حد پیچینی بگیم پیساچینی میخیل ورینی دار با خشرو اومد. کودکا خشرو خوردن. همین چیزی که کودکا دا محقول شوه خرسند میشم که خوردن. چیزی که محقول نشوه شون همون چی را خشرو نمیخورن، به هوس نمیخورن. اما روزی که یوگورت کرده بودم میخیل پیچینم کرده بودم. میخیل با پیچین ورینی دار یوگورت ورینی انداخته میخیل تر کرده خوردن. به حد محقول شون شید. خیلی دوستان عزیز در لیست دخوفکه بگیم جوس نمیشم. خیلی تا موندم. انا ایش تیار شد. گرم و گرم سخنی پودره میکنیم.
انا خیلی تیار شدن. بعد یه کمتر خنک شدنش من شکستم. بینین درونش پیسا چینی خیلی خشرو اومدگی به حد به مزه خشرو. دوستان عزیز حتما برای فرزندکای خود تیار کنین. گازی باشه اوشم تیار شد. اوشم نشون میتیم که چقدر خشرو اومدن. همین دروناش مزه هاش عجیب بود. انا اینوش هم تیار شد. سبیاش همش به مزه خشرو اومد. دوستان عزیز خیلی برای همی کودکا برای اهل و عیله خودمون مثال همی چنی ای دستمون می اومدگی تیار میکنیم. این هم خیلی دوستان عزیز چنی میخوردگی میخری با این پیچینا را میشوه که یک هفته در همین خلادینیک. دوستان عزیز در کامنتاری پرسیده بودین یک وقت کار نکنه نشون که یک وقت نمیشه در لالی کلام لیباد نیسته مای دچای درنش زب زرد شده برای که و شکلات انداخته بودم. اون خیلی جزیر شده وقتی شوشتم. اون خیلی درنش کف بده. درنش آورخ امرا گفتم اتارش نسوزه. ایره با یگون سرد استرا میشپیه خشرو کرده. بعد این خیلی دوره شب کچش نمخلای وقتی سویده مانده گریون میکنی تمام خودش تیار شدن میگیره. بازی نشوشتم شه نصیب باشه یوشه توزه کرده سرد و شپیده شوشته میمونه. رحمت کلان دوستان عزیز برای دستگیریاتون برای سخنهای نیکتون خداوند از هر یک شما راضی باشد. تا ویدیوی آینده در پناه الله مهربان باشین. خیلی دوستان عزیز.